برادران عزیز، بیننده عزیز، این وظیفه هر یک مسلمان است که فرزندش را خوب تربیت کند، اخلاق خوب برای او بیاموزد و او را در جوهر اخلاق، در جوهر ادب، در جوهر دین تربیت نماید. اگر ما و شما در این جاده سهمی داشته باشیم و از پدر و مادرمان درس زندگی آموخته باشیم، خداوند ذوالجلال در این دنیا زندگی آسوده و در آخرت جنت را برای ما نصیب می‌گرداند. از بایزید بسطامی رحمه الله پرسیدند این مقام عالی را در زندگی از چی به دست آوردی؟ گفت از احترام مادرم، از دعای مادرم. مولانا بیان میکنند گفت یک قطره اشک مادرم شاهد مقصود آمد بر درم. گفت یک قطره اشک مادرم در رحمت الهی را برای من باز کرد. گنج ها در دیده این نمناک اوست، این گوهرها اشک های پاک اوست. شام ها چون باز خفت مادرم بود در پایان پایش بسترم. گفت زمانی که مادرم در خواب می رفت من در پایان پای مادرم بسترم را می گذاشتم که مبادا مادرم بیدار شود و چیزی طلب کند و من در خواب بمانم. ای جوان این صاحب خرد، آیا در زمان پیری رنج های مادرت را پیش نظر آوردی؟ آیا میدانی که این بزرگی و این حشمت و این دارایی تو در این دنیا از دعای پدر و مادرت است؟ آیا میدانی که پدر و مادر تا به این زمانی که تو اینقدر جوان پهلوان و دارا و صاحب مال شوی چه زحمت های کشیدند؟ پس نصیحت مادر را باید فراموش نکرد. هیچ پدر و مادر نمیخواهد که فرزندش در زندگی، در حیات جنایتکار باشد. هیچ پدر و مادر نمیخواهد فرزندش بینماز باشد. هیچ پدر و مادر نمیخواهد که فرزندش برای ملتش، برای سرزمینش خیانت کند. حضرت بایزید بسطامی را در حکایتش بیان میکنند که گفت یک روز هوا سرد شد، قطره های برف از آسمان به زمین می آمد. نیم شب بود که مادرم بیدار شد، از من کاسه آب خواست. من دوان شدم، کاسه پر آب را گرفتم، آمدم بالای سر مادر مهربانم که مادر من را خواب برده است. تا به صبح در هوای سرد بالای سر مادرم ایستادم. زمان مادر من بیدار شد، کاسه آب را در دست من دید که رنگ روی من از سردی زمستان رنگ سفید بسته بود و وجود من می لرزید. گفت ای جگربندم چرا خواب نکردی؟ گفتم آچه جان به خاطر که مبادا تو در نیم شب بیدار شوی و من را دعوت کنی، فریاد کنی و من تأخیر کنم و در غضب الهی در بمانم. مادر اشکانش به زمین افتاد و دست دعا برداشت و در پیشگاه خداوند ذوالجلال دعای رحمت را برای من نمود. مولانا میگویند اشک مادر گنج گوهرجا شود، مرد آن است که از یک قطره دریا شود. مرد مثل این بایزید بسطامی است که در زندگی قدر پدر و مادرش بداند و در جامعه کوشش کند که برای پدر و مادرش یک الگوی باشد. جوان عزیز، اگر میخواهی دارای اخلاق باشی، دارای ادب باشی، رو به مکتب بیار. نصیحت پدرانه را فراموش نکن. دعای پدر و مادرت را صاحب شو. خداوند به همه مقام زندگی میرساند.